آقا سلام، برو اینترو ببین بیا، میخوایم بریم یه رندوم پلی داشته باشیم، بتل رویال رنک. لتس گو. مرسی، واقعا مرسی. بالاخره اومدیم دو مچ. میدونی مثل کسایی که ریلود بازی میکنن اینجا بازیشون خوب نیست به اون صورت. اینا یه دکتر دومی نمیدونم، اصلا من ابیلیتی رو استفاده نمیکنم، میگیرن دستشون همینجوری رایفل میکشن، SMG میکشن. آیتمای سرطان باید بره از چیز. بریم اینجا از رنک. واقعا کسی که دنبال این چیزاست بره بتل رویال بازی کنه. کسی هم که میخواد آقا واقعا بیاد بازی کنه بیاد رنک بازی کنه. بریم دیگه. اوکی. کسی اینجا لند نکرده خدا رو شکر. من اکثرا تو بتل رویال اینجا لند میکنم، از هر طرفی بیاد اینجا لند میکنم. مرسی مرسی، بازی همین اول کار به ما یه دونه شاتگان خوب میده. این ویدیو هم توی یوتیوب آپلود میشم، تو آپارات اکثر شبا استریم و بچه ها باید حتما استریممون هر شب هم اکثرا جز بعضی از شبا پلی با ویور داریم. بچه ها رو میاریم بالا، بچه های خفن و مشتی ویور بازی میکنیم. صدام گرفته به ماشین پیدا کنیم از این اینستاگرام. مرسی سلام، چیز خوب و زیبام. این اینستاگرام میدیدم حقیقت، این مسیجه رو چک میکردم. بیاد فایت میدیم قایم میشی. خب ناکن واقعا برم اون پینگش بهتر رایفل میکشه برقصم، نمیشه بیلدم نگه داشت جلوش. الان دمیج کرده با یه رایفل میاد. کلا شاتگان تو مرام پلیرای میدلیست نیست. میان بالا سرت همینجور قایم میشه، همینجور دور این درخت فعلا میپیچه. اشغال بیا بیرون، همینجوری قایم میشه دوستمون فعلا. آخه دلقک مجازی تو چی؟ یعنی مطمئنم تا صبح پشت اون درخت میتونستم با یارو بازی کنم. اون بره اون بره درخت، من برم این بره درخت. همش کن عزیز، مسخره بازی بود. بدترین سبک بازی دنیا رو داشت، سبک بازی درختی اسمش. همچین پلیر رو باید درخت بدی و دیگه بازی برای جمع کن. دقیقا اون فایت اون درخت است. من و اون یارو میرفت اینجا میمد اینجا رفت اینجا تا صبح. واقعا میتونستم باش بازی کنم اگه پیش نمیدادم. من اینم تا صبح اونجا وای میستاد یارو. مدیل اینجا رو نگرفتم، بریم بدبختی بریم اینجا. محدودیت میده داداش. سلام. باجی بزنم باد ای دلغک. یه دونه یعنی بهش نمیخوره. با بیفت پایین بمیر دیگه. اوف اون سیست بیاد با بات کنک اومدی بازی. سلام. برو دلغک برو بات کنک اشغالت. بی بالا دیگه نترس، بی بالا بی بالا بی بالا. واقعا نمیدونم از چی میترسی داشت تو زندگی. باکس فایت مثلا بازی کردی؟ به خدا که ترس نداره. دیگه داشت نترس تو که روانی هم از دست پشم میگیرم. کمپ کن همینجوری کمپه تا صبح. اوف این باد کنکات داده. به خدا خستم کردی. ادیت کن بزن دیگه، من ادیت کن بکش.
این فقط نمیدونم به چه امیدی میاد رنگ بادکنک بازی رو قبلا ها پلیرهای مثلا خیلی خفن بتل رویال بودن، پلیرهایی که سطح بازیشون پایین تر بود، یعنی دنبال فان و اینا بودن، بیشتر کریتیو میزدن و چه میدونم مپای اینو بزنن، شاک ویپ بزنن، ورجه وروجه کنن و اینا. الان دقیقا برعکس شده، کسی که دنبال نمیدونم ترایارد بازی و فلان و بیساره بده من میره چیز بازی میکنه، میره بتل بازی میکنه، نمیدونم بادکنک بهش وصل، به خودش وصل میکنه و با دکتر دوم پرواز میکنه و میاد. و کسی که دنبال مثلا پرو بازیه میره تیلتد بازی میکنه، میره اونجا عجیب غریبه، میره ریلود حالا هردن بازی میکنه، یه ذره داستانش فرق میکنه. یکی که باش فایت دادیم که یارو معلوم نبود چش بود، اینجا میرفت پشت درخت میومد. یکی دیگه باش فایت دادیم یارو مدیلین داریم، آره مدیلین ها یه ذره بعد دوری کرد ازشون، آخر مچ باشون رو برو شد، الان دیگه مفبری میشه اونجا. داشتم میگفتم یکی که باش فایت دادیم یارو فقط پشت درخت بود، یعنی یه بادکنک بازی میکرد دیگه، میرفت با بادکنک بالا، میرفتی بالا میرفت پایین با بادکنک دیگه. عجیب غریب ترین آشغال ترین رایفل دنیا رو بردم. داداش سلام. اون گانا گرفته دستش، گان خوشیلا. منم سبک بازی درختی بهم سرایت کرده داداش، میبینی میرم پشت درختمش، خودمو برسونم به آب همه چی حله. برو آخه چقدر دیگه بهت 21 بزنم. مرسی خوب شد. جوری خودمون رو باید برسونیم پیش این دوست عزیز. اومدی بالا داداش سلام. فرار نکن دیگه، قرارمون فرار نبود. یعنی فقط فرار، فقط فرار، فقط بیماری درختی یورو به منم سرایت کرده بود. داشتم یه جوری اومد بالا سر من، گفتم الان قراره دیگه پیککس هم اومد بالا سر من، شات خورد رفتی. ایول. دو تا مدیلین در درگیری با هم بر سر ایسلند. بریم اینجا ببینیم چیکار میکنن. اوه اوه اوه، جونی میده برای برای اصلا عالی ها، یعنی بری از بک سراغ یارو. من خدایی سبک بازیم اینجوری نیست، یعنی فایت عادلانه رو میپسندم، اما دیگه گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش داشت. یه جوری شاتت میکنم اینجاست بکنم، اصلا نمیشه بهشون رکب کمپی زد. رکب کمپی دست پلیرای میده لیست دیگه. اشغالی بیا ببینم. فرار نکن داداش، فرار کار پسندی. مرسی دیگه. گاناشو نگاه کن، گاناش گو پسندیدن واقعا. باجی مدیلین دیگه هم اینجا سره، یکی هم که تو این بوش هست و صفا سیتیه. این مدیلین بازی بود، یعنی من مطمئنم آخرشم اگه یارو واقعا بازیش خوب باشه که جی ما رو زده و بازیش بهتر بود، ولی من مطمئنم آخرشم مفری میبازیم اگه ببازیم. تاپ فوره همشون هم اونجا. باجی وایسیم با برندهشون فایت کن. هم که داره فرار میکنه، مدیلین بازیه میبینید دوستان، داره فرار میکنه. هم رایفل آشغالی، فقط دوست دارم بدونم اون کیه که مدیلین ازش فرار میکنه. بالا سر منه آره. فقط دوست دارم بدونم اون کیه که مدیلین ازش فرار میکنه. داداش همینجوری با این گلایدر دهنت مپو سرویس کردی. بیا 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 بیا. توف واقعا گانو نچینی یه ورتیکال فورگریپ روش نذاری اصلا نمیشه با گان شلیک کرد. اینجا باید بریم اینجا مدیلین هم میزنم بابا، باباشم بیاره میزنمش. بیا داداش بیا پایین.
ببینم تو چی میگی. دوباره دیدی یکی این آیتمای مفبری دستشه. آماده قشنگ مفبری، آماده. داداش برو پایین برو پایین. برو ناموس دیگه اینجوری بازی من داش. برو دیگه، کل اچ پیم تو زون رفت. مدیلین بازیمونم که اینجا کمپیده و لذت میبره از این سبک بازیش. ما تو فایت هنو جیاره فایت باشن که از خدای ماست. ایول ما وین گرفتیم. فکر نمی کنم بتونه زنده بیاد بیرون. آجی فقط میخوام از اینه باشه که الان 60 تا مید کیت بغلشه. پلن دقیقا چیه داداش؟ از زون داره میره عقب‌تر تو زون. بیا از زیرو هم میره به این وری میره. اشغاله کردو. بیا داداش من اینجام دیگه، بیا بیرون. به این دیگه بازی بلده. خب تمومه. اینو بعد مدل رفیقای هموطن خودش میزدمش دیگه. مرسی که تماشا کردید. تا یه رندوم پلی دیگه. فعلا خدافظ.